رمضان از کلمه رمضا گرفته شده است، یعنی گرمی سخت، تصفان. حتی شترها اگر قدمهای خود را بر بالای قم می‌ماندند، یعنی چنان گرمی عربستان سخت بود که حتی شترها اذیت می‌دید. لا تقدموا رمضان. برای چی رمضان گفته شد؟ بعضی علما میگن که برای آن که اولین سالی که فرض شده بود به همان گرمای تابستان موافقت کرده بود. و بعضی علما میگن که رمضان از کلمه محو کردن گرفته شده است. برای چی؟ برای اینکه گناه ها محو میشود و از بدن اخلاط اضافگی زیادتی نیست و نابود میشود. بسیار بیماری هایی که در طول 11 ماه جمع شد در بدن، با آمدن رمضان و به روزه گرفتن اینها از بدن انسان هم محو نیست و نابود میشد. ما یک جمعه داریم درباره فایده های روزه، فایده های معنوی، روحی، مادی، سلامتی، اجتماعی، تمام فایده های آن را ذکر کردگی هستیم. در شبکه بیان انشاءالله نشر می شود. خلاصه در این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیشواز گرفتن رمضان با روزه منع کردند.